قبلی کلا ما راجع به این صحبت کردیم که شما کتابخونه پانداس رو فراخونی میکردی، یه سری دیتا داشتی تو قالب دیکشنری، آرایه، هرچی میگفتی مثلا بیا این دیتا فریمش رو بساز، یا اینو در واقع یه ستون داده، یه ردیف داده ای داشتی میگفتی مثلا با سریز یا ایندکسی بمون. خب دیتاهای ما معمولا این شکلی نیستش که شما بخواین خودتون دیتا رو دونه دونه وارد کنیم. ما فقط یه دیتا فریم یا دستی خودمون ساختیم که ببینید چه شکلی کار میکنه، ولی واقعیت هم اینه که شما همیشه یه فایل CSV یا یه فایل جیسون دارید فراخونی میکنید و رو اون دیتا کار میکنید. چرا CSV؟ چرا جیسون؟ به خاطر اینکه دیتا وقتی به این شکل سیو میشه حجم کمتری رو تو سیستم ها میگیره و اکثر برنامه ها خروجی CSV دارن. یعنی شما توی بانک باشی، توی سازمان‌های بزرگی که دیتاهای زیادی دارن، معمولاً خروجی برنامه‌های مختلفشون فایل CSV داره یا مثلا فایل جیسون داره که شما میتونید روی اینا کار کنید و چون دیتاهاتون زیاده پردازش سنگین میشه، دیتا هر چقدر که توی فایلایی باشه که حجمش کمتره خب بهتر کار میکنه. الان میخوایم که از کتابخونه پانداس استفاده کنیم، تو این دفعه فایل CSV بخونیم. براتون یه سری فایل CSV فرستادم روی دسکتاپاتونه. الان اگه بخوام شروع به کار کنم، قبل از هر کاری میام اول ایمپورت میکنم. من کتابخونه پانداس رو میخوام. لامپایو فعلا لازمش ندارم، اگه لازم شد دوباره میایم اینجا فراخونیش میکنیم. من یه فایل دارم به اسم data1.csv، میخوام اینو بخونمش. میام میگم pd.read_csv و حالا تو اینجا باید اسم فایل تو بگو. اسم فایل من data1.csv. اسم فایلتون هرچی هست همونو در واقع باید اینجا بنویسین با پسوندش. خب و بعد DF رو فراخونیم. بذارید سیو ازش هم بزنم. اینجا میخوایم که پارت 2 پانداس باشه. تو همین دسکتاپ هم سیو شده. فایلم هم روی دسکتاپ هم هستش و چون رو دسکتاپ هست من دیگه مسیر فایل رو نمی‌نویسم، ولی اگه تو جای دیگه بود یا حتی ممکنه روی دسکتاپتون باشه ولی شناسایی نکنه، مسیر فایل رو حتما بیاید بنویسید که خروجی بگیره. pandas not defined. چرا؟ pd is not defined. ببینید یه فایلیه راجع به ماشینای مختلف، مدلشون، ولوم، ویت و CO2 میخوایم روی این کار کنیم. اگر که فایلتون توی یه درایو دیگه بود غیر از این جایی که این فایل جوپیتر همو سیو کردم، روی فایلم کلیک راست پراپرتیز، مسیر فایل رو کپی میکنم میام اینجا مینویسم. حواسم هست که اسم فایل data1.csv با پسوند و برسیم. این سیه رو با 2 بک اسلش می نویسیم و برای اینکه از مسیر روت بخونه این آره رو اولش میذارم. اینم به این دلیله که اگه یه وقتی مثلا یه چیزی یه فایلی مثلا اینجا اولش ان داره، اشتباهی فکر نکن این بک اسلش انه و شناسایی نکنه، اون آره باعث میشه همه رو 2 بک اسلش در نظر بگیره. خب من میتونم اینجا بگم df.toString میاد اینا رو تبدیل به متن میکنه. کل دیتا هم تبدیل به متن شد. اگه نگاه کنید ردیف اول یه بک اسلش ان اینتر رفت، ردیف بعدی دوباره یه بک اسلش ان ردیف بعدی، در واقع اومده به متن تبدیلش کرده. خب ببینید الان من دیتام 35 تا دیتا بود فراخونیش که کردم. یه وقتایی ما نمیخوایم خب همه داده هامونو یه جا بیارم. ممکنه من 4000 تا داده داشته باشم،
4000 تاشو نمیخوام یه جا بر من بیاره. چی کار میکنم؟ میام با مکس رو اینو تنظیمش میکنم. در واقع میگم که بیا از کتابخونه پانداس استفاده کن، تو بخش آپشنش یه آیتم دیسپلی داره و بیا بگو که مکس رو مثلا روی 7 میذارم. این باعث میشه که از این به بعد هر موقع دیتا فریمم رو فراخونی کردم با 7 آیتم بیاد به من نشون بده. نگاه کنید 3 تای اولش رو نمایش داده، گفته ما بینش هم دوباره دیتا داریم و 3 تای آخر نمایش داده. من یه شمای کلی از دیتا هم میخوام دیگه، درسته؟ و با این کار اومدم تنظیمش کردم که دیگه نیاز نمیشه کل داده ها رو یه جا به من نمایش بده. خب ممکنه من بخوام که توی این دیتا فریمم مثلا 5 ردیف اول رو نمایش بده، فقط از هد استفاده میکنم. هد میاد 5 تا ردیف اول نشون میده. اگه من اینجا بزنم 3 ردیف اول نشون میده. اگه بزنم 10 ردیف اول نشون میده. اگه هیچی ننویسم 5 تا اول نشون میده. یه آیتم داریم div.tail. تیل میاد از آخر نمایش میده، یعنی اگه من تیل بزنم میاد 5 تا آخر نمایش میده. اگه 3 بزنم 3 تای آخر نمایش میده. اگه 7 بزنم 7 تای آخر نمایش میده. و اگه هیچی نزنم در واقع میاد 5 تای آخر رو نمایش میده. اگه بخوام یه محدوده خاصی رو نشون بدم، مثلا میگم df.iLocation، مثلا میخوام از اگه ردیف 10 میخوام اینجا باید بنویسم 9 دیگه، درسته؟ چون ردیف از 0 شروع میشه. 9 مثلا تا 20 رو میخوایم نمایش بده. اینم 9 تا 20. قبلا تنظیم کرده بودم کلا فایلامو بیاد با 7 تا نمایش بده. وقتی اینو توی لپتاپاتون تنظیم میکنید همیشه جوپیترتون وقتی دیتا نشون میده این شکلیه. حالا اگه بخوام این چیزو اصلا غیر فعالش کنیم، من الان 7 در نظر گرفتم دیگه، نمیخوام این شکلی باشه. برای غیر فعال کردنش شما از کتابخونه پانداس استفاده میکنید، ست میکنید آپشنش چی بود؟ دیسپلی مکس رو بود دیگه، همینو داخل کوتیشن و اینم میذارید نان. من توی باکس دیگه کلا بنویسم بعد بیام اینو اجرا کنم. مثلا اینجا یه سلول اضافه میکنیم، اینو مینویسم، یه اجرا میگیرم، بعد اینو اجرا میکنم. نگاه کن یه 9 تا 20 رو نمایش میده. اگه بخوای اون اجرا بشه اینو اجرا کن یه بار دیگه، بعد بیا اینجا دوباره الان اعمال کن دیگه اون شکلی. چون گفتیم 7 ردیف نمایش شده، تو هر لحظه 7 ردیفش نشون. از ردیف 9 تا ردیف 19 خود 20 رو هم که در نظر نمیگیره. اگه میخواستم تو این دیتا فریمه بیاد مثلا 5 تا نمونه رو بیاد به من نمایش بده، اصلا هرچی تو جاهای مختلف مهم نیستش. ببینین 5 تا آیتم و مثلا 0 و 1 و 5 و 3 و 10 اومده به صورت تصادفی انتخاب کرده این ردیف ها رو و اومده و نمایش داده. این واسه وقتایی که شما میخواید مثلا یه دیتا 4000 تایی داریم، میگه خب 5 تا سامپلش رو بیا به من نشون بده، یه شمای کلی از دیتا هم داشته باشم. چون ممکن شما فقط از هد بردارین یا از تیل بردارین، فقط یه تعداد داده خاصی رو انتخاب کنید، ولی اینجوری تصادفی میتونید متوجه شین که حالا دیتاهای مختلف دارین، سامپل های مختلف دارین. ما راجع فایل CSV گفتیم دیگه، گفتیم فایلمون یا مثلا تو قالب CSV یا جیسون، به خاطر اینکه فضای کمتری اشغال میکنه. من الان میخوام یه فایل جیسونی بخونم. نگاه کنین اسمشو میذارم df2 و به جای read CSV مینویسم read json. اسم فایلم هم data.json هستش. اینم فایل جیسونی که خوندیم. توی اینجا هم مثل همون آیتم قبلی که df2 string میتونستید بذارید، تو اینجا هم میتونید بگی df2 که ساختیم و یا تبدیلش کن به متن، به صورت متنی نمایش میده.
و همه اون چیزایی که بالا گفتیم اینجا هم اجرا خواهد شد بدون هیچ تغییری. یعنی شما میتونی هد بگیری، تیل بگیری، سمپل بگیری. مکستروی که تنظیم کردی که کلا برای فایل جوپیترته، میتونی نانش کنی که اصلا تنظیمات اولیه برگرد. میتونی مکستروشو مثلا چه بدونم 10 در نظر بگیری، از این بعد همیشه 10 تا ردیف رو نمایش میده. همه اون آیتما دیگه به همون شکله. فایلاتون بسته به اینکه جیسون یا سی اس وی با همون پسفند باید فراخونی بشه. فقط حواستون باشه که این جیسونه. حالا اگه فایلتون XLS بود چی؟ اگه اکسل معمولی بود چی؟ اینجا میشه رید اکسل و اینجا هم XLS X رو باید فراخونی کنید دیگه. ما میخوایم با همون DF کار کنیم و از اینجا به بعدم بخش جالب داستان شروع میشه. خب ما گفتیم که میتونیم یه لوکیشن رو در نظر بگیریم. مثلا من بگم DF مثلا .iLocation مثلا سطر صفرم ستون مثلا 2. میخوام که بشه نه الان اگه DF هم رو فراخونی کنم ننو نمیتونه بخونه. mp.nan بزنیم برگردیم بالا. خب اصلا داده نن چیه بچه ها؟ ما یه وقتای دیتا داریم، دیتا توش مثلا یه سری اطلاعات هست، یه جایی کاربر من خالی گذاشته، مثلا اینجا چه بدونم مثلا این آیتم هیچی نیست توش، کاربرم هیچی ننوشته، یا مثلا دادش یه داده‌ای که مثلا علامت سوال گذاشته. اینجور آیتم ها در واقع داده های نن هستن دیگه، نات نامبر هستش. ما باید یه فکری به حال نات نامبر ها بکنیم. حالا چطوری بیام این کار رو انجام بدم؟ الان که چون دادم نات نامبر نداره مجبورم که در واقع بیام این کار رو انجام بدم، یه داده نات نامبری بسازم. داده نات نامبر رو شما ببینید به چه شکله، بتونید باهاش کارهای مختلفی که انجام میدیم، یعنی مثلا فیلنا کنیم یا با میانگین، با میانه، با چیزهای مختلف جایگزین کنم. الان چون داده نات نامبر ندارم دارم این کار میکنم. بعدا یه مثال میزنیم، یه دیتا فریم رو فراخونی میکنیم، میبینید که داده نات نامبر داره و شما باید بدونید که الان تو این جایگاه با اون داده نات نامبر چیکار کنید. خب شما هم برگردیم بالا، نامپای رو فراخونی کنید. خب mp.nan ببینید اینجا الان دادم نات نامبر شده و میخوام ببینم که با این داده نات نامبر چی کار میتونم انجام بدم. الان نات نامبره بر من مشکل ایجاد میکنه دیگه. ما اولین کاری که تو دیتا هامون باید انجام بدیم این که بگیم آقا این داده نات نامبره، خب یه کاری واسهش انجام بده. حواستون هم باشه همیشه اینطوری نیست که یه دونه داده نات نامبر داشته باشین. الان چون فقط میخوام مفهوم رو یاد بگیرین یه داده رو خودم نات نامبرش کردم، بعد بگم که مثلا این نات نامبر رو با صفر جایگزین کن، حذفش کن، با میانگین جایگزین کن، با میانه با آیتم های مختلف. ساده ترین کاری که ما میتونیم انجام بدیم این که بگیم بیا تو این دیتا فریمم هرچی نات نامبر دارم دراپ نکن، دراپ نا میاد میگه حذفش کن. و بچه یه وقتایی دراپ نا میزنید و اعمال نمیشه، یعنی مثلا ممکنه من اینجا دراپ نا هم بزنم اعمال نشه. میبینی این نات نامبر رو هیچ کاریش نکرد. چی کار کنم؟ توش بنویسید in place true که در جا اعمال کنه. میبینی اون توییت های حذف شد. درست شد؟ اون توییت ها رو کلا ردیفش رو حذف کرد. پس اولین راهکار اینه که اون چیزی که نات نامبره رو کلا حذفش کنم. مثلا بگم که جایی که دشه مثلا بیا با نن جایگزینش کن. ولی در حالت کلی
موقعی که توی دیتا فریمی یه سلولی هیچی ننوشتم توش، یعنی هیچی مشخص نیست دیگه، نات نامبر میشه. برای نات نامبر و اینفو این چیزا بعد از نامپای استفاده کنیم. واسه همین اون بالا نامپای نوشتم و حواستون هم باشه چون توی این دیتا فریم میبینی انشو بزرگ میذاره. من مثلا حواسم نبود انشو بزرگ نوشتم، ولی np.nan کلا ننش با حروف کوچیکه، اینو حواستون باشه. خب ممکنه دیتای من دیتای مهمی باشه، سمپل من محدود باشه، چیزی هم نخوام حذف کنم. حذف کردن بدترین کاریه که میتونید انجام بدید. ساده هستش ولی به این فکر کنید که یه سری سمپلاتون دارین از دست میدید. خب بریم یه آیتم دیگر رو دوباره نات نامبر کنیم، یه روش دیگه یاد بگیریم. دوباره بازم من اومدم تو سطر صفرم ستون دومش رو نات نامبر میکنم. این شد دوباره نات نامبر ماشین میتسوبیشی و میخوام که بیام یه روش دیگه یاد بدم، یعنی نمیخوام از دراپ نا استفاده کنم. این دفعه میخوام که بیام از روش فیلنا استفاده کنم، یعنی بیام بگم توی این دیتا فریمم فیلنا کن. خب فیلنا کنه چیو؟ میگم مثلا بیا هر جا که نات نامبره مثلا بیا با 500 جایگزین کن و حتما این پلیسش هم تو رو میذاریم که در جا اعمال بشه و بتونیم ببینیم که به چه شکله. خب نگاه کنیم، میبینید اینی که نات نامبر بود اومده با 500 جایگزین کرد. اینم روش دوم. پس با فیلنا میتونیم بگیم با یه عدد خاصی بیاد جایگزین کنه. حالا ممکنه مثلا نات نامبرام تو ستونهای مختلف باشه و آیتماشو متفاوت بنویسم. مثلا بگم اگه تو ستون کار مثلا یه چیزی نات نامبر بود بیا مثلا توییتا بنویس پیش بس. مثلا ولوم اگه مثلا نبود بیا با 500 جایگزین کن. ویت اگه نبود مثلا بیا با 800 جایگزین کن. سودو اگه نبود مثلا بیا با فلان عدد. یعنی تو هر ستونی میتونیم متفاوت این آیتم رو در نظر بگیریم. خب الان من میخوام که توی ستون 0 1 2 3 تو ستون ویت چند تا آیتم رو بیام نات نامبرش کنم. مثلا سطر صفرم و سطر مثلا 0 1 و 2 سطر دومش رو نات نامبر کنم. این الان خروجی من شد. این نات نامبر، اینم نات نامبر. خب میخوام بگم که بیا با میانگین ستون ویت پرش کن. اول از همه این که خب ببینیم اصلا میانگین ستون ویت چی میشه. ویت من هر شکلی که نوشته شده. حواستون باشه نام ستون یه وقتایی ممکنه حرف اولش بزرگ نوشته شده باشه. حواستون به این قضیه باشه. اگه ویت رو با حرف کوچیک بنویسیم میگه من اصلا ویت نمیشناسم، که اینجا ویتش با دبلیوش با حرف بزرگ نوشته شده. خب میگم که اول از همه این که میخوام با میانگین جایگزین کنم دیگه. میگم پس مینش رو حساب کن. هرچی که شد بیا به من بگو اصلا مینش چیه. مثلا میگه مینش اینه. بعد خب میگم که تو این دی اف هم بیا اینجا هرچی که هست توی این دی اف هم توی ستون ویت هم بیا با چی جایگزینش کن. میخوام فیلنا کنم. فیلنا کنه با چی؟ با اون ایکسی که اونجا نوشتیم. ببینید تو دفعه قبلی ما میگفتیم مثلا بیا با یه عدد جایگزین کن. الان میگم با این عدد ایکس که به دست آوردم میانگینه بیا جایگزین کن. ایکس رو مینویسم. فقط یادم باشه که این پلیسش هم ترو بذارم که بتونم خروجیشو در جا ببینم. نگاه کن این شد دیگه، درسته؟ خب چی گفته؟ گفته که df کالن مساوی df کالندار دات متد ولیو. گفته به جای این شکلی بنویسید، یعنی df ویت متد مین ولیو به جای اینکه این شکلی بنویسیم. خب بیایم این شکلی بنویسیم ببینیم. انجام داده ها. این فقط وارنینگ برای اینکه تو نسخه های بعدی مثلا این چیز رعایت بشه. خب من بیام این شکلی بنویسم بگم df weight مساوی df weight دات.
خب بذار ببینم df dot method کالن و ولیو اینو بذارین چک کنیم. ایرادی که میگرفت از زمان این بودش که گفت به جای اینکه اینو این شکلی بنویسی بیا اینجا مستقیم فیلنای x بنویس. این تغییری نکردش. اوکی. تو بالایی هم این جواب داده، یعنی شما اینجوری هم مینویسی اینو داره درست میکنه براتون. بچه بذار اینو کامنتش کنم یه بار دیگه رام بگیریم. اوکی. میگفت به جای اینکه تو بیای مثلا این تو بنویسی اینو مستقیم بیا استفاده کنی. مستقیم نوشتیم. اون ایکس رو اومده بودیم سری پیشی این شکلی نوشتیم دیگه. میگفت به جای اینکه این شکلی بنویسی تو مگه اونو حساب نکردی این ایکس رو؟ همین ایکس رو بیا مستقیم اینجا بنویس دیگه، اون شکلی ننویس. خب به جای اینکه این شکلی بنویسم، ببینید الان مثلا ایکس و اینو در نظر گفتم میانگین باشه، بعد گفتم که خب فیل نکن. خب دفعه بعدی میام میگم به جای میانه من میخوام که مدین رو استفاده کنیم. مدین میاد به جای میانگین میاد میانه رو استفاده میکنه. میادش که تو مثلا یه سری عدد داری 1 3 مثلا 7 5 مثلا 10، میگه بیا اینا رو مرتب کن 1 3 5 7 10. عنصر وسط میشه میانه. حالا اگه عددم زوج بود چی؟ مثلا اینجا یه 12 هم داشتم، خب یه 12 اینجا اضافه میشه، عنصر وسط هم میشه 5 و 7. پس این دوتا رو جمع میکنه، تقسیم بر 2 میکنه و این عدد رو جایگزین میکنه. پس میاد وسطی ترین آیتم ها رو در نظر میگیره دیگه تو میانه. مثلا 57 12 تقسیم 2 6. 6 رو میاد در واقع به جای نات نامبرها قرار میده. پس میانه میاد مرتب میکنه به ترتیب اون عنصری که اون عددی که وسط رو انتخاب میکنه. حالا من گفتم این مدین باشه، ایکس من با مدین پر بشه. حالا بیا اینو با اون مدینه پر کن. مدینش هم همین شد. بذار یه ایکس خروجی بگیریم اینجا ببینیم که چه شکلی. اینو بذاریم ایگرگ ها. نظرتون چیه؟ اینو هم بگیم با ایگرگ جایگزین. 13C. ببین اینجا باید حتما این پلیس ترو رو بنویسید وگرنه اعمال نمیکنه. نام شد چرا دوباره؟ اینکه این شکلی بعد گفته تو اینجا فیل نکن با ایگرگ و این پلیسش هم ترو بذار. بذار ببینم اینجا اگه من بیام این شکلی بنویسم ویتی که نوشتیم و بگیم با ایگرگ جایگزین کنه و این پلیسش هم ترو باشه. منظورش این بوده. یه بار ریست کنیم. شماتی کردم. خب ویت همونو نمیتونه بشناسه. مشکل اینجا بود که قاطی کرده بود چند بار که پشت سر هم. من فقط اومدم اینجا یه ریت CSV زدم که دوباره بخونه. این روش بعدی رو روش اجرا کردم. گفتم این دوتا رو نات نامبر کن. حالا بیا مدینش رو بگیر و با مدینش جایگزین کن. و شما هم اگر قاطی کرد یه بار دیگه فایلتون رو بخونید. خب ما مثلا اینجا میتونیم با مود پرش کنیم، با واریانس پرش کنیم، با استیدی پرش کنیم، یا مثلا بیایم بگیم توی ستون ویت اگه عدد اون بالاتر 1000 بود با 1000 جایگزین بشه. همه این کارا رو میتونیم انجام بدیم. اگه بخوام مثلا بالای 1000 رو پیدا کنم کافیه توی ایندکسش یه فور بزنم دیگه. فور مثلا x in df.index. حالا بیاد چیکار کنه؟ اگه توی اون df توی لوکیشن x مون و ویت مون
بزرگتر از 1000 بود مثلا توی دیف لوکیشن ایکس و ویت مثلا بذاره 1000 یا مثلا میتونیم بگیم دیف دات دراپش کنه، هرچی بالای 1000 بود و بیاد مثلا پاکش کنه. ویتمون رو کوچیک نوشتیم، ویت هم از این دیفمون هم که از این همه اونایی که بالای 1000 باشن 1000 اینا همه بالای 1000 و 1000ش کرد. من قصد 1000 گذاشتم که ببینید. یه آیتم دیگه هم بگم و این بخش تمام. شما میتونید df.drop داپلیکیت کنید. توی دراپ داپلیکیت میتونی بیای بگی که این پلیسش هم تو باشه. خب این کارش چیه؟ کارش اینه که میاد میگرده ببینه آیا 2 تا ستون عین هم دارین. عین هم یعنی چی؟ یعنی مثلا دقیقاً همین آیتمایی که اینجا نوشته عین همین تکرار شده باشه. یعنی یه آیتمش هم مغایر نباشه. کلاً همه دیتاهاش همه سلولای عین هم باشه. اگه چند تا آیتم شبیه هم داشته باشه یه دونه‌شو نگه می‌داره، بقیه رو حذفش می‌کنه. در واقع دراپ داپلیکیتش می‌کنه دیگه. اینم برای پاک کردن اون آیتمایی که شبیه هم، برای اینکه دیتاتون یک دست بشه. ممنون که ما رو همراهی میکنید و متشکرم از این که ما رو سابسکرایب میکنید.